صدر و وسطای همه جا. جزء تفکیکی این صدر و وسطای من اینه که هر دون رو خودم به تفکیک رستش رو انجام دادم، میدونم چه رستی باید روی چه دونی باید انجام بدم و از هر دونی چند درصد باید ترکیب داشته باشم که اون قهوه‌ای که میخوری طعمش با هر جایی که خوردی فرق کنه. صدر و وسطای همه جا. این صدر و وسطایی که فوم داشته باشه، نه کف، فومش پایدار باشه، انرژی داشته باشه و اون انرژی که شما میگیری انرژی کاذبی نباشه و ماندگار، تو این صدر و وسطاست و من روش ادعا دارم. دونه قهوه که ما میاریم از ویتنام میاریم، از برزیل میاریم ویتنام، انواع دونه عربیکا و دونه روبوستا و ویتنام وارد ایران میکنیم و یه سری دونام از جاهای دیگه وارد ترکیه میشه، از ترکیه میاریم. روستری داریم، یه جا روستری داریم و اینا رست میشه و به همه جا ارسال میکنیم.